های صیادی است، قابلیت اجرا در خصوص این نوع چک نخواهد داشت و تعریف به عنوان چک نمیتونیم نسبت به این مرقومه داشته باشیم، ولی کم به عنوان یک رسید عادی یا یک رسید مدنی که دلالت بر تعهد دارد به صورت جداگانه اون شخص میتونه در واقع طرح دعوا بکنه و نسبت به وصول اون مبلغ خارج از چارچوب چک و امتیازاتی که چک های صیادی دارند اقدام بکنه. لذا توصیه میشه که زمانی که چکی رو دریافت میکنید ثبت اون رو موکول به آینده نکنید و در همون لحظه قبل از اینکه به حال معامله اتفاق بیفته و طرفین متفرق بشن از طریق نرم افزارهایی که هست نسبت به ثبت در سامانه صیاد در همان لحظه‌ای که در میت هم هستید اقدام بکنید که با مشکلات بعدی روبرو نشید. موفق و مؤید باشید.